هیچ انسانی دوست ندارد حتی برای یک لحظه آتش را لمس کند. اگر شعله‌ای کوچک به دستمان برسد، بی اختیار دست خود را عقب می‌کشیم. اما آیا تا به حال اندیشیده ایم آتشی که خداوند برای مجرمان و کافران آماده کرده چگونه خواهد بود؟ آتشی که نه خاموش می شود، نه پایان می یابد و نه سوزش آن کاهش پیدا می کند. قرآن کریم بارها از جهنم سخن گفته است، نه برای ترساندن بیهوده، بلکه برای بیدار کردن دلهای غافل و بازگرداندن انسان به راه حق. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به کانال عبرت خوش آمدید. امروز با هم به سراغ یکی از تکان دهنده ترین موضوعاتی می رویم. هولناکترین عذابهای جهنم که قرآن توصیف کرده است. اگر این گونه روایت‌های مستند را دوست دارید، کانال را دنبال کنید و تا پایان همراه ما باشید. قرآن کریم جهنم را تنها یک آتش معمولی معرفی نمی کند. خداوند آن را جایگاه کسانی می داند که حق را انکار کردند، بر گناه اصرار ورزیدند و بدون توبه از دنیا رفتند. آتشی که شعله‌های آن از آتش دنیا بسیار شدیدتر است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: آتش دنیا تنها بخشی کوچک از شدت آتش جهنم است. همین سخن نشان می‌دهد که عقل انسان توان تصور کامل آن را ندارد. نخستین عذابی که قرآن از آن یاد می‌کند، آتش سوزان جهنم است. خداوند می‌فرماید: هرگاه پوست بدن آنان در آتش بسوزد، پوست‌های دیگری به جای آن قرار داده می‌شود تا عذاب را بچشند. یعنی سوختن پایان درد نیست. هر بار پوست دوباره آفریده می‌شود و عذاب از نو آغاز می‌گردد. این نشان می‌دهد که عذاب جهنم لحظه‌ای متوقف نمی‌شود. یکی دیگر از سخت‌ترین عذاب‌ها نوشیدنی اهل جهنم است. هنگامی که از شدت تشنگی فریاد می‌زنند و آب می‌خواهند، به جای آب مایعی بسیار داغ و سوزان به آنان داده می‌شود که صورت و درون بدنشان را می‌سوزاند. قرآن این نوشیدنی را به گونه‌ای توصیف می‌کند که انسان با شنیدن آن نیز به وحشت می‌افتد. در دنیا آب مایه زندگی است، اما در جهنم همان چیزی که به ظاهر برای رفع تشنگی داده می‌شود، خود عذابی دردناک خواهد بود. از دیگر عذاب‌های هولناک، غذای اهل جهنم است. قرآن از درختی به نام زقوم یاد می‌کند. درختی که در قعر جهنم می‌روید و میوه‌های آن ظاهری بسیار هراس‌انگیز دارد. گناهکاران از شدت گرسنگی ناچار می‌شوند از آن بخورند، اما این غذا نه سیرشان می‌کند و نه آرامش می‌دهد، بلکه رنج آنان را بیشتر می‌سازد. غذایی که باید مایه نیرو باشد، در جهنم خود وسیله عذاب است. قرآن همچنین از زنجیرها و غل و بندها سخن می‌گوید. برخی از اهل جهنم با زنجیرهای سنگین بسته می‌شوند و فرشتگان مأمور عذاب آنان را به سوی آتش می‌کشند. این تصویر نشان می‌دهد که در آن روز هیچ راه فراری وجود ندارد و هیچ قدرتی نمی‌تواند انسان را از حکم خدا نجات دهد. از دیگر عذاب‌هایی که قرآن کریم بیان می‌کند، لباس اهل جهنم است. خداوند خبر می‌دهد که برای آنان لباس‌هایی از آتش آماده می‌شود و بر سرشان آب جوشان ریخته می‌شود. آبی که نه تنها پوست، بلکه آنچه در درون بدن است را نیز می‌سوزاند. در دنیا لباس وسیله پوشش و آرامش است، اما در جهنم همان لباس به وسیله‌ای برای عذاب تبدیل می‌شود. یکی دیگر از سخت‌ترین عذاب‌ها دود و سایه جهنم است. انسان در دنیا هرگاه از گرمای شدید خسته شود، به سایه‌ای پناه می‌برد تا آرام گیرد. اما قرآن می‌فرماید اهل جهنم سایه‌ای خواهند داشت که نه خنک است و نه سودی دارد، بلکه از دود سیاه و سوزان تشکیل شده است. حتی جایی که گمان می‌کنند شاید اندکی آرام شوند، خود بخشی از عذاب خواهد بود. قرآن همچنین از فرشتگان نگهبان جهنم سخن می‌گوید.
این فرشتگان مأمور اجرای فرمان خدا هستند و هرگز از دستور او سرپیچی نمی کنند. آنان نسبت به مجرمان دلسوزی نمی کنند، زیرا مأمور اجرای عدالت الهی اند. هرگاه اهل جهنم بخواهند از آتش خارج شوند، دوباره به درون آن بازگردانده می شوند و به آنان گفته می شود عذاب آتشی را که آن را تکذیب می کردید بچشید. از دردناکترین صحنه‌هایی که قرآن توصیف می کند، حسرت و پشیمانی اهل جهنم است. آنان آرزو می کنند ای کاش به دنیا بازگردند تا کارهای نیک انجام دهند، اما دیگر فرصتی وجود ندارد. برخی میگویند ای کاش از پیامبر پیروی کرده بودیم، ای کاش دوستان گمراه کننده را انتخاب نکرده بودیم، ای کاش عمر خود را در گناه تباه نمی کردیم. اما آن روز، روز حساب است، نه روز جبران. اهل جهنم بارها از نگهبانان جهنم درخواست می کنند که از خدا بخواهند حتی یک روز از عذاب آنان کاسته شود. اما پاسخی که می شنوند این است که پیامبران با دلایل روشن به سوی شما آمدند، اما شما آنان را تکذیب کردید. سپس از خدا درخواست مرگ می کنند تا از این عذاب رهایی یابند، ولی مرگی در کار نیست. نه زندگی آرام دارند و نه نابودی که آنان را از عذاب نجات دهد. یکی دیگر از عذابهای هولناک، جاودانگی عذاب برای کافران است. قرآن می‌فرماید آنان نه عذابشان سبک می‌شود و نه مهلتی به آنان داده می‌شود. هر لحظه با رنجی تازه روبرو هستند و هیچ امیدی به پایان آن ندارند. همین ناامیدی دائمی خود یکی از بزرگترین عذاب‌هاست. در کنار همه این عذاب‌های جسمی، بزرگترین عذاب محروم شدن از رحمت و رضایت خداوند است. کسی که در دنیا از یاد خدا روی گردان باشد و با تکبر حق را نپذیرد، در آخرت از رحمت الهی دور خواهد شد. این دوری از پروردگار برای اهل جهنم از هر عذاب دیگری سخت‌تر است. اما خداوند این آیات را تنها برای ترساندن بندگان نازل نکرده است. درهای توبه تا زمانی که انسان زنده است باز است. هر کس با ایمان، توبه صادقانه و عمل صالح به سوی خدا بازگردد، خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است. قرآن همواره در کنار هشدار نسبت به عذاب، بندگان را به رحمت، مغفرت و امید نیز دعوت می کند. پس بیایید پیش از آنکه روز حساب فرا برسد، اعمال خود را بررسی کنیم، نماز را حفظ کنیم، حقوق مردم را ادا کنیم، از گناه دوری کنیم و با توبه و استغفار به سوی پروردگار بازگردیم. خوشا به حال کسانی که در قیامت از آتش جهنم نجات می‌یابند و وارد بهشت الهی می‌شوند. همان رستگاری بزرگی که خداوند به بندگان مؤمن وعده داده است. اگر این روایت برایتان مفید بود، آن را با دیگران نیز به اشتراک بگذارید. شاید سبب شود دلی بیدار شود و انسانی به سوی خدا بازگردد.